الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. عن عایشه بنت طلحه، از زنهای معروف قریش بوده این خانم، دختر جناب طلحه به نام عایشه. عن عایشه که همسر محترم پیغمبر اکرم، که او گفته قالت ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا برسول الله صلی الله علیه و آله من فاطمه. این را عایشه میگه که ندیدم من این ایام مناسبه با این بزرگوار، میگوید که من ندیدم هیچ کس رو که از حیث حرف زدن، از حیث صحبت کردن شبیه باشه به پیغمبر به قدر جناب فاطمه سلام الله علیها. حالا این روایت در مورد کلام و حدیثه. یک روایت دیگری من دیدم قبلها، اون هم از عایشه است، در مورد راه رفتن و نگاه کردن و این خصوصیات هم میگه که فاطمه سلام الله علیها اشبه الناس به پیغمبر بود. بعد میگوید که کانت اذا دخلت علیه رحب بها، وقتی جناب فاطمه سلام الله علیها وارد بر منزل پیغمبر میشد، حضرت مرحبا ترحیب میکردند، خوش آمد میگفتند و قبل یدیها، پیغمبر دست مبارک فاطمه زهرا رو میبوسید. و اجلسها فی مجلسه، اون رو در جای خودش مینشوند. احترامی که پیغمبر برای این دختر، این بانوی بزرگ همه دورانهای بشر قائل بوده در این حد. فاذا دخل علیها قامت الیه فرحبت به و قبلت یدیه. وقتی پیغمبر وارد منزل او میشد، او بلند میشد، خوش آمد میگفت، دست مبارک پیغمبر رو میبوسید. و دخلت علیه فی مرضه، فاطمه در مرض پیغمبر، در بیماری آخر پیغمبر بر او وارد شد. فسارها، با پیغمبر در گوشی صحبت کردند. فبکت، حضرت گریه کرد، فاطمه سلام الله علیها گریه کرد. ثم سارها فضحکت، دوباره در گوشی با هم صحبت کردند. فاطمه سلام الله علیها لبخند زد و خندید. فقلت، عایشه میگه با خودم گفتم این چه حالتیه؟ کنت ارى لهذه فضلا علی النساء، من این خانم رو برتر از دیگران زنها میدانستم. فاذا هی امرأة من النساء، معلومش که ایشون هم زنی جز مثل زنهای دیگه است. فبینما هی تبکی اذ ضحکت، یه بار گریه میکنه یه بار خنده میکنه. فسألتها، رفتم خدمتش سوال کردم که چی بود قضیه. فقال انی اذن لبدره، فرمود نمیگم بهت، اگر بگم افشا کننده هستم. به تعبیر رایج عوامانه ما دهنلق مثلا، نمیگم بهت. نگفت حضرت زهرا سلام الله علیها علت این قضیه رو به من نگفت. فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله سألتها، بعد از رحلت پیغمبر هم باز دوباره سوال کردم از حضرت
فقالت، اون وقتی که مانع برطرف شده دیگه، یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفته است دیگه، حالا این حرف گفته بشه اشکالی نداره. فقالت انه اخبرنی انه یموت فبکیت. خبر از مردن خودش داد پیغمبر، این موجب گریه من شد. ثم اخبرنی انی اول اهله لحوقا به و ضحکت. بعد اطلاع داد به من که من اولین کسی از خانواده او خواهم بود که به او ملحق خواهم شد. خوشحال کرد من رو این و خندیدم.